داستان امروز در مورد قهرمانی است که توی جایی ظهور کرد که هیچ کس توقعشو نداشت. توی سالهایی که روستا به روستا میرفتن و سرباز میگرفتن، یه سرباز رو از ترقبه گرفتن و بردن سربازخونه مشهد. سرباز خیلی دلتنگ خانواده میشه، ولی خبری از مرخصی نبود تا اینکه فرار میکنه و مسیر 18 کیلومتری مشهد تا ترقبه رو یه تک میدوه. بعد از دیدار خانواده یه تک دوباره تا خود مشهد دوید و رفت پادگان. گروهبان متوجه غیبت اون و چند تا سرباز شد. همشون رو به خط کرد و گفت باید دور پادگان که حدود 4 کیلومتر بود و بدوید. همه بعد از 1 کیلومتر خسته شدن، اما سرباز یه دور کامل رو رفت. فرمانده فکر کرد کلک زده. دوباره یه دور دیگه هم به دورش اضافه کرد، ولی خسته نمیشد. فرمانده مات و مبهوت مونده بود که چی به چیه. خبر نداشت قبلش 36 کیلومتر هم دویده بود. چند روز بعد بدون اطلاع قبلی سرباز رو بردن میدان سعدآباد مشهد واسه مسابقات 2. رئیس تربیت بدنی دیدش و ازش پرسید چرا پوتین پاته؟ سرباز گفت به من خبر ندادم وگرنه کفش میپوشیدم. رئیس تربیت بدنی هم گفت اشکالی نداره، ببینم چند مرده حلاجی. سرباز شروع کرد به دویدن. در کمال تعجب نه تنها اول شد، بلکه رکورد ایران رو هم زد. سریعا فرستادنش تهران، ولی دیر رسیده بود. با هماهنگی فرمانده تیپ سریعا با ماشین رسوندنش استادیوم امجدیه که قرار بود مسابقه بزرگی برگزار بشه. سرباز پشت خط مسابقه بود. صدای تیر که اومد وحشت کرد. مربی‌ها داد می‌زدن بدو بدو. آخه سرباز تا اون روز نمیدونست که اون صدای شلیک واسه شروع مسابقه است. سرباز تا دور سوم دوی 5000 متری مسابقات کشوری خودشو به نفر 4م رسوند و هنوز 3 دور دیگه مونده بود. با خودش میگفت خدا رو شکر لااقل نفر 4مو میشم. ولی در کمال تعجب دور آخر نفر اول رو هم پشت سر گذاشت و بازم رکورد ایران رو زد و اول شد. این سرباز کسی نبود جز قهرمان دوی ایران علی باغبانباشی، کسی که 29 سال بدون حتی یه باخت نفر اول ایران بود. و محض اطلاع بگم که تا الان هیچ کدوم از رکوردهای ایشون توی دنیا شکسته نشده و 209 مدال رنگارنگ در انواع مسابقات داخلی و خارجی داره و توی 8 المپیک حضور داشته. به احترامش نباید یه لایک بزنیم؟ از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید متشکرم و ممنون میشم. برای پیشرفت کانال و حمایت از ما کانال رو سابسکرایب داشته باشید و لایک و کامنت فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.